دعوا بر سر مسئله با حجاب و بدحجاب نیست. این اختشاش برنامه ریزی داشت. توجه کنید به ایران، اولین انقلاب فمینیستی جهان داره در مومنتوم بعد از قتل مهسا امینی اتفاق میفته. بعضی‌ها تا ما میگیم فلان حادثه رو دشمن خارجی ایجاد کرده، رو این کلمه دشمن خارجی که انه حساسیت دارن، فوراً سینه سپر میکنن برای دفاع از سازمان جاسوسی آمریکا یا صهیونیست‌ها. میگن که ما باید اعتراض کنیم، ما باید بتونیم عزاداری بکنیم، باید بیایم جمع بشیم تو خیابون و یه شکلی بالاخره بگیم که ولی پایانی وجود داشته باشه. شما نگاه کنید در اروپا، در فرانسه هر چند وقت یه باری اختشاش مفصل تو خیابان‌های پاریس به راه میفته. آیا سابقه داره که رئیس جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا از اختشاشگران حمایت بکنن؟ آیا سابقه داره که پیام بفرستن که ما در کنار شما هستیم؟ به راه بیفتن برای اینکه از اختشاشگر حمایت بکنن؟ این سابقه داره چنین چیزی؟ اونها فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن. آمریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه. اونا ایران دوران پهلوی رو دوست دارن، گاو شیرده. دعوا بر سر مسئله با حجاب و بدحجاب نیست. دعوا بر سر از دنیا رفتن یه دختر جوان نیست. از سر اصل استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسلامی است.